Ana kımila bir daryo şamolo varday. Yine toki gıldı zira yoro varday. Şunu şimdiden darabı devide sahne buramadan. Hanım buramadan ki buramadan ya 12-13 kuza edgen. Aydı başka. Nacum ami sahne nacum kati nacumla bakma mı ki yine sodaki makine mecum bu. Tuli karib bir sol meşava ki musafir. İn musafire girifte orada bir sis ola kadar. Mayım haftadı payıs ola ibarodar sis ola kadar. Rahim Production. Салом алейкум ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд ва бо мо ҳастанд. Мо тасмим гирифтем ки як барномаи нав барои кулли тамошобинони канали Rahim Production пешкаш кунем ки номи ин барнома сирҳои ногуфта мебошад ки аввалин барнома бо устод Аҳлиддин Боби Аҳлиддин гузаронида мешавад. Хушомадед мегӯем устодро ба барномаи навбатии мо ва таманниёти шумо ба кулли мардуме ки ин лаҳза шуморо тамошо доранд. اولا تشکر به شما مخلصان بسیار مهربان عزیز و بسیار گرامی ما به همه شما سلام میگویم به همه شما خوشبختی های زندگی تمنا دارم بگذار که شما میخواهید بخندید خنده ها را ما از هر قصه های زندگی آماده کرده پیشکش شما میگردونیم بگذار این قصه های ما باعث خوشحالی و فرح بخشیدنی طبع شما بگردد همیشه خوشبخت باشید چهرهتان پر از خنده باشد تشکر زیاد استاد برای چنین سخنهای نکتان و دوستان عزیز این برنامه اولین برنامه می باشد که با استاد اهلدین گذرانده می شود. در این برنامه حیات و روزگار استاد زندگی که استاد در پشت پرده که هست میگذارم برای شما ما قصه میکنیم و از دهان شیرین خود استاد میشنویم. استاد جان یکم سوال با شما چنین است که از حیات و روزگار خود کمی برای مخلصان شرح دهید. تشکر. بنده در دهه بابای ولی نوحه فیض‌آباد به دنیا آمدم. پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه صنعتی به نام استاد میرزا ترسوزا در فاکولته اکتیوری کینو داخل شده. طول 5 سال این دانشگاه رو خوانده ختم کردیم. از آن کودکی تقریبا از صنف‌های 3-4 الهام همین هنر اکتیوری در دل ما جوش زد و از همون زمان خواستیم که نصیب باشد روزی شود که ما اکتیور شویم و با همین هنر اکتیوری برای مردم خدمت کنیم. خب نصیب دست وقتی که دانشگاه رو ختم کردیم و تئاتر دولتی جوانان با کار گرفتیم. ما رو با کار گرفتن و طول چند سال در اونجا کار کردیم و بعد نمایش تلویزیونی شکرخند آماده شد. ما رو با اونجا دعوت کردن و با باقی چند سال دیگر در این برنامه کار کردیم و چون این زمان هم کار کرده ایستادیم. همین قضیه بگوییم که با همین برنامه و با همین هنر یعنی که ما تماشابین خود رو یافتیم. بهترین نه دوستان عزیز چخیلی که شما تماشا کردید و دیدید که استاد از آوان کودکی تا سینی که نه روش فش بگیره بگذار هسته برای شما گپ زدن گفتن مثال بهترین و استاد در اکثریت برنامه‌ای که مثال ما می‌دیدیم اول در کاخ تاجیکستان مثال در کاخ باربد بسیارتر گذرانده میشید اکثریت صحنه‌های شما بسیارتر تقلید می‌کردین مثال هنرمندای تاجیکستان مثال همین را تقلید می‌کردین و در اینجا در کامنتر هم از مخلصا خواهش کردن که از کدام حافظی که خطان مثال برای شما پسند است کمی باشه یک تقلید می‌کردین. سلامت باشید. بیشتر مردم با هنرمندا بسیار توجه میکنن. بله. و اون هنرمندایی که من تقلید میکنم یعنی که مخلصان خودشون ندارن و بنده نیز مخلصان ایشون هستیم. از دوستداری ایشون رو تقلید میکنیم. خیلی کوشش میکنیم که از یکی از هنرمندای بسیار محبوب تقلید کنیم و بگذار که این بیننده‌های عزیزی که حالا ما رو تماشا میکنن خودشون در که پای میبرن که ما کی رو تقلید میکنیم. Ana kımila bir daryo şamolo varday. Yine toki gıldı zira yoro varday. Hoy yoro varday bo sakhayolo varday. Yana mo qaribdim oşti khayolo varday.
انا مو قریب بدیم اوشی خیال آورده لای نبا نبا لای نبا نبا لای نبا نبا لای 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 نبا نبا لای نبا نبا لای نبا نبا لای لای اوی جوره جونت ندارم موزوی اینا در گوشه خوشایت کرده بازو اوی نیم سالی زمستانه نیم ماهی بهار انا دل در سر کوچه من عاشق یار سلامت باشید بهترین باشید. هیچ گاه آوازتون خسته نشود استاد برای که مردم رو میخندونیم مثال مردم رو خوشحال میکنیم بهترین و میگذاریم به قسمت سوال دیگر استاد مثال همین قدر جدای صنعت کار کردیم مثال همین قدر مهنت کردین زحمت کردین جایش بود که مثال در شکم بود ممکن نخورده باشین همین خیلی حالت بود و در پشت پرده مثال بسیار چیزایی میشود که مردم اون رو دیده نمیتوند مثال وقتی که یک جا سیون کامرای حالتایی که رفتی نوار دیگه چیزایی مثال صحنه دیگه چیز جای نازکشه در صحنه مانده نمیشود ای صحنه در مثال حالتای نوار بسیارتر شیرینتر است بعد حالتایی که مثال در صنعت در کارهای ایجادیتون یگان حالتی که تا حاضر فراموش نشونده باشد برای شما البته خیلی حالتو بسیار میشود انا عذر کنم این فرصتی که شما سوال دادین تیز به یادی من نمیآیند که من آنها رو برای مخلصان عزیز نقل کنم یک حالت عجیب همی که ما وقتی که در تئاتر دولتی جوانان کار میکردیم اون زمان با خیلی جوان بودیم خیلی بازی مثال که همین پهلوهای بسیار بزرگی همین مسئولیتی تئاتر رو نمیفهمیدیم به طرف دیگر که ما باز همین خیلی مردم دعوت میکردن با توی معرکه ها میرفتیم کم کم با همون نمایش‌ها دیر میموندیم یکم طرف نورسوگی های دیگری میشد بعد یک از هنرمندای ما مسئول کاری بودن که همین گونه کمبودی ها رو اونا در دفترشون ثبت میکردن بعد ما ایرو این چی بدیم جزا میدیدیم جزا میگیریم از زمان معاشمون ما را محروم میکردن خیلی دیگر پهلوها بود بعد یک روز من این چیزی که از میبرگر میگم در اون خیلی جوانی با وقوع آمده است من چیکار کردم یک روز نمایش میرفت اون نفری که همین ما رو چند مرتبه انا گیم که تنبیه داده بودن من دیدم که وای آماده ای همون یک فرصتی هست که باید که روی صحنه بروید فکرش همه در همون صحنه در همون نقش خودش بود او صحنه بازار بود در گرد اطراف همون پشتی پرده هر گونه همون اشیاء مانده بودن بعد چندی از همون کوزه ها کوزه‌هایی که وای بوتافور میگن ساخته شدگی را باید بند ایش در ایش بسته ایش در ایش بسته ناگمان همخیل در آورده در پای همون هنرمند بسته اون نفره که من چند مرتبه جزا داده بودن او کس که داده شدگی بودن به همون صحنه که باید که صحنه بروین از این حال خبردار نیستن پایین نبودن همون جایی که اکر همون رپلیکا میگوین در زبان تئاتری هم رپلیکاشون شنیدن در آقای دویده صحنه برآمدن همون برآمدن که برآمدن یک 12-13 کوزه دیگه ایدو او برادری ما دیگه صحنه داد گپش یادش برآمد حیران شد که چی گپ شد همین خیلی یک حالتی که این در خاطر البته هیچ فراموش نمیشه خیلی حالتها بسیار هستند برای که فرصت تنگی میکند و اون به خاطر نمیذارن البته که خیلی حالتها هست لیکن از لطف هست یک بیرمانی هست بعد فهمید که کاری شما انا بعد من اینا در بچه ها نقل کردم رفیق خودم بعد رفیق ها رفته رسوندنش اگر نمیفهمید رفیق ها بعد دویسته گفتن که این کار را حلدین کرده اون کس با یک هفته خیلی قطعی من قهری کردن خیلی با من کلان سال بودن اون کسا با من خیلی بخشش پرسیدم کاری کردم دلشون نیافتم با همون برادریمون دوام دادیم بهترین استاد وقتی که حالتهای شده که جای کار به خونه میرین مثلا یا مغازه میدارین یا داروخانه میدارین مخلصا با شما چقدر رفتار میکنن چقدر مناسبت میکنن همین ای خانه برآمدن الکی سر میشود این بازار رو با جایی که سر آدم باشد و جایی که البته مردم توجه میکنن بعضا حالت میشه که مخلصا تیز میشناسن بعد دیگه یک چیز دیگه است که من که همین نقش مسافردا رو بازی میکنم فقط ریشم که هستای انا بسیارش دم نگاه میکنه فکر میکنه که همون کس باشه نباشه آخه اگر او باشه ریشش کو هیجان زده میشه من در کوچه البته ریشم نیست که آخه یا که من
عینکم نیست یعنی توقیب نمولم نیست همیشه فکر میکنن بعد با خلاصه میان میگن نه همه آدم بعد در یکم تاش خیلی نجوم همی سانه نجوم خدی نجوم بعد من میگم که اینا استادگی ما خیلی نجوم گفت خیلی خلاصه همی خیلی یا دیگر نقشهایی که یکی با خاطر رو میزنن همون رو میگن بعد ما مجبور میشیم که خیلی کم ترک بگیم چون که اگر همون چیزم نگوی وای خفه میشه یکی وقتی که گفتی البته یک الهام میآید و یک خیلی میخندد با یک فکرش دیگر باید حاجی نگار در روی صحنه هم باشه مثال در کار در کجای باشه همه وقت در لبانش خنده باشد البته خیلی او مخلص است و فکر نمیکنه که واسه من کجا رفتم من در کدام حالت هستم وقتی که همون مرکی میبینه و الکی همون صحنه با خاطرش میزنه همون لحظه که باید تماشا کرده است فراغت بوده همون با خاطرش میزنه میخواد که من همون شرایط قانع گردونم اما خیلی برای که او مخلص مقصد خفه نشود بسیار وقتی مرا نگیره در آن میفهمم که کجای همه چی در کاره نجوم خیلی نمیجوم به مخی این استودگی میگم و یک میخنده خیلی سربلند باشی گفته برادری عزیز خداوند شما رو نگهبان باشد گفته برآمده میریم خیلی حالت بسیار بشود بهترین بعد بابی جان خدمو برنامه را سر کنیم آخر برنامه دومی پاگزه شما ای عمر از برآمده کو انا بیا بگی یه عیب شما شید مرا دایه دومه بچه عیب شما شید من طولی قریب 20 سال میشود که موسفق این موسفق گرفته آدمی 30 ساله کردن من این 75 ساله این برادر 30 ساله کرد بگذار که انا همین برادرم شما رو با همین مهربانی ها با اون خنده هایی که هست با اون برنامه هایی که ما پیشکش میکنیم اینا هم گرفته آماده کرده 4 طرفش راست کرده پیشکش شما میکنن شما میخندید انا چکلی که حاضر من موسیقی 75 ساله را 30 ساله کردن هر خنده و هر انم برنامه هایی که این کسا پیشکش شما میکنن بعد از خنده ها شما هم به مثل من 30 ساله شوید 30 ساله شوید تشکر زیاد دوستان هزار رحمت کلام که سخنی ما را رد نکردین در برنامه یکی ما اشتراک کردین و سپاسی به نهایت زیاد برای شما میرسونیم و دوستان عزیز اولین برنامه رو با استاد اهل‌دین گذراندیم هزار رحمت میگیم و میگذاریم با برنامه آینده و از همه شما احترامانه خواهش میکنیم که فکر عقیده خود را آید استاد مهربان در کامنتر نویسین ما هر یک کامنتر شما را میخونیم و کامنتر شما پاسخ میگردانیم خدا نگهبان تا برنامه های آینده سلامت باشید سربلند باشید